حقایق بسیار جالب و شنیدنی در مورد زندگی گرگ ها وجود دارد که بدون شک از آن بی اطلاعید. این بخش از سرگرمی نمناک شو برای رفع کنجکاوی ها و سوالهایی که در مورد زندگی گرگ ها ممکن است داشته باشید تهیه کرده ایم تا در مورد این حیوانات که بعضیا حتی از شنیدن نامشان هم میترسند. برای ادامه این ویدیو و ویدیوهای آینده ما پست را لایک کنید و کانال خودتون یعنی حقایق روز را دنبال کنید. اولین نقاشی از گرگ ها در غارها در جنوب اروپا مربوط به 20,000 سال قبل از میلاد است. برای ادرار کردن طول گرگ مادرش باید شکم او را با زبان گرم خود ماساژ دهد. گرگ ها سگ های نگهبان خوبی نیستند، زیرا طبیعتاً از افراد ناآشنا می‌ترسند و به جای پارس کردن به آنها مخفی می‌شوند. گرگ‌ها بزرگترین اعضای خانواده سگسانان هستند که شامل سگ‌های خانگی، سگ‌های شکاری و افریقایی و بسیاری از انواع روباه‌ها و چندین نوع شغال هستند. طول گرگ‌ها معمولاً بین ماه‌های مارس و می به دنیا می‌آیند. چشم‌های طول گرگ در بعد تولد آبی و به تدریج بعد از 8 ماهگی زرد می‌شود. گرگ‌ها روی پنجه‌های خود می‌دوند که به آنها کمک می‌کنند به سرعت بایستند و به سرعت بچرخند. گرگ‌ها حدود 200 میلیون سلول بویایی دارند. انسان‌ها فقط 5 میلیون سلول دارند. گرگ‌ها می‌توانند حیوانات دیگر را از فاصله 1 مایلی یعنی 1 کیلومتری بو کنند. گرگ‌ها روزگاری بزرگترین شکارچیان زمینی بودند که دنیا تا به حال دیده بود. تنها مکانهایی که آنها رشد نکرده بودند در بیابان‌های واقعی و جنگل‌های بارانی بودند. در شرایط خاصی گرگ‌ها می‌توانند صداها را تا 6 مایل دورتر از جنگل و 10 مایل دورتر در فضای باز بشنوند. مدت زمان بارداری گرگ حدود 65 روز است. طول گرگ‌ها کر و کور به دنیا می آیند و فقط 1 پوند وزن دارند. واره‌های گرگ متمرکز شده است. فک بزرگ و 42 دندان برای خورد کردن دارند. آرواره‌ایشان همچنین بیشتر از سگ باز می شود. جمعیت گرگ‌های خاکستری در امریکای شمالی در سال 1600 به 2 میلیون رسید. امروزه جمعیت آنها در امریکای شمالی حدود 65,000 تاست و جمعیت کل گرگ‌های جهان حدود 150,000 تا است. گرگ گرسنه می‌تواند 20 پوند گوشت را در یک وعده غذایی بخورد که شبیه به یک انسانی است که 100 همبرگر را می‌خورد. جنسی مرتبط بودند. با اینکه بسیاری از ماده‌ها در یک گروه قادر به بچه‌دار شدن هستند، اما تنها چند نفر از آنها در واقع جفتگیر هستند. اغلب تنها نر و ماده آلفا جفت خواهند شد و قوی‌ترین توله‌ها را می‌زایند. گرگ‌های نر رد پایین جفتگیری نمی‌کنند و اغلب از شرایط استرس و مهار رنج می‌برند که به آن آخته کردن روانی گفته می‌شود. یک گرگ به اندازه متوسط حدود 1.2 متر مکعب اسپرم تولید می کند. برخلاف حیوانات دیگر گرگ‌ها حالت‌های مختلفی در چهره دارند که برای برقراری ارتباط و حفظ اتحاد گروه از آنها استفاده می کنند. گرگ‌ها یکی از معدود حیواناتی هستند که با استفاده از طیف وسیع از حالت چهره ارتباط برقرار می کنند. در سال 1927 یک پلیس فرانسوی برای تیراندازی پسری که به نظر او گرگینه بود محاکمه شد. در همان سال آخرین گرگ‌های وحشی در فرانسه کشته شدند. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. برای دیدن ویدیوهای آینده ما کانال خودتون یعنی حقایق روز را دنبال کنید.